سلام عرض می‌کنم آقای دکتر ظریف. بسیار متشکریم که دعوت بر ویژه برنامه ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی در ارتباط با پوشش دادن برنامه مراسم تشییع پیکر سید حسن نصرالله رو پذیرفتید. امیدوارم که امروز بحث و مصاحبه مثمر ثمری با یکدیگه داشته باشیم. در واقع دو جناح یا دو جریان سیاسی تفسیر واحدی از سید حسن نصرالله ارائه میدن. چون ما برامون به هر حال در این برنامه بازشناسی خود سید حسن نصرالله، شخصیتش، الگوی رفتارش بسیار مهمه. این دو جناح یا دو تا جریان یک جریانی هستن که در داخل سرزمین ما و کشورمون فعالیت و کنشگری سیاسی میکنن و یک جریان دیگه جریانی هستن که بیرون از مرزها و در قالب اپوزیسیون صحبت میکنن. هر دو تقریبا یک تصویر رادیکال از سید حسن نصرالله ارائه میکنند، از هم حزب الله هم سید حسن نصرالله و به تبع اون جمهوری اسلامی ایران. حضرت عالی بارها شاید با سید حسن نصرالله و مقامات ارشد حزب الله دیدار داشتید و تجربه و مواجهه مستقیمی داشتید. بر پایه این برداشت و ادراک شما از شخصیت سید حسن نصرالله چه چیزی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان ویژه برنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی و عرض تسلیت به مناسبت شهادت مجاهد بزرگ مرحوم شهید سید حسن نصرالله و دیگر بزرگان مقاومت. من از حدود سال 1370 زمانی که مرحوم شهید سید حسن نصرالله یا شاید 69 معاون مرحوم شهید سید عباس موسوی بود، این سعادت رو داشتم که با ایشون شهید سید عباس موسوی و دیگر رهبران حزب الله آشنا باشه و خب در مراحل مختلف، چه در زمانی که معاون نمایندگی دائم در سازمان ملل متحد بودم، چه زمانی که معاون وزیر خارجه بودم، بعد در جریان جنگ 33 روزه که سفیر ایران در سازمان ملل متحد بودم و قطعنامه 1701 رو پیگیری می کردیم و چه در دوران وزارت هم شاید حتما بیش از 10 بار، خیلی بیش از 10 بار، 10 ها بار با مرحوم شهید سید حسن نصرالله دیدارهای طولانی و کار مشترک داشتیم. من این مرد بزرگ رو به غایت عقلانی، منطقی و اهل تعامل دیدم و از افرادی بود که منافع مردم لبنان، منافع فلسطین و منافع جهان اسلام رو خیلی خوب می شناخت و بسیار عاقلانه در جهت پیگیری و پیشبرد این منافع عمل می کرد. اصلا ایشون رو یک فرد غیر عقلانی، یک فرد تندرو ندیدم. بسیار با برنامه، با دقت منافع مردم لبنان، منافع جهان عرب و جهان اسلام رو دنبال میکرد. نمونه های زیادی از این عقلانیت مرحوم سید حسن دیدم. البته این عقلانیت در کنار شجاعت هم بود. سید حسن آدمی نبود که
در برابر فشار و زورگویی سرخم بکنه. اما جایی که روش‌های معقول برای پیگیری اهداف بود همیشه عقلانی ترین روش رو انتخاب میکرد. خب عقلانی ترین روش یک زمانی گفتگوه، یک زمانی معامله سیاسی در داخل لبنان. شما دیدید که در طول این سالها حزب الله همیشه در داخل لبنان با گروه‌های مختلف تعامل کرد و در داخل لبنان توانست به عنوان یک حزب بسیار موفق عمل بکنه. حتما امروز دوستان ما در مراسم تشییع جنازه این شهید بزرگوار دیدن که مردم لبنان از اقشار گوناگون، از نگرش‌های مختلف، به خاطر احترامی که برای این رهبر واقعی داشتن در مراسم حضور پیدا کردن. جمعیت کم نظیری بود این مراسم. باید شما کل جمعیت لبنان رو در نظر بگیرید تا اینکه معلوم بشه چقدر، علیرغم اینکه هواپیماهای اشغالگران صهیونیست با فاصله پایین پرواز میکردن و اکثر کسایی که در این مراسم شرکت کردن آگاهی داشتن از اینکه صهیونیست ها حتما لااقل اقدامات ایذایی انجام خواهند داد، ولی با این حال این جمعیت حضور پیدا کرد. این نشان دهنده در واقع توانمندی مرحوم سید حسن. آقای دکتر، در کنار کنش‌های خاص سیاسی که فرمودین در به عنوان شاهدی بر اعتدال و عقلانیت سید حسن نصرالله، آیا گزاره‌ها، عبارت‌ها و جملاتی از ایشون در دیدارهاتون رد و بدل می‌شد که از این مسئله به طور خاص حکایت می‌کرد؟ عرض کنم به حضورتون که ما از ابتدا که با ایشون تعامل داشتیم، در هر موردی من می‌دیدم که ایشون راه میانه و راه عاقلانه رو انتخاب میکنه برای پیگیری موضوعات. و حالا از حمایت ایشون از برجام که دیگه معروف شده و صحبت‌هایی که در این زمینه در محبتی که بنده داشتن مطرح کردن که خب حالا بعضیاش گزارش هم شده، بعضی که گزارش نشده رو میشه بفرمایید اگه امکان داره؟ حالا من همه چی متاسفانه پیری مشکلی داره که یادش میره آدم و منم نمیخوام عباراتی رو به کار ببرم که ممکنه دقیق نباشه، ولی خیلی از عبارات گزارش شده. یا مثلا در جریان جنگ 33 روزه و قطعنامه 1701 که من اون زمان نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد بودم و با توجه به اینکه دولت وقت لبنان دولت آقای فؤاد سینیوره بود که بسیار تمایل داشت این جنگ به نابودی مقاومت و حزب الله بیانجامه، و لذا ما در نمایندگی ایران و سفیر ما در لبنان که همین آقای رؤوف شیبانی است که الان هم نماینده ویژه وزارت خارجه در منطقه هست، ارتباطی رو برقرار کرده بودیم با مرحوم سید حسن و آقای نبی بری و در واقع نمایندگی ما دنبال میکرد جنگ رو و مذاکرات رو به نمایندگی از طرف اونها. یادمه که قطر اون زمان رئیس شورای امنیت بود و نخست وزیر وقت قطر آقای حمد بن جاسم رئیسش می اومد نیویورک و به عنوان رئیس شورای امنیت اقدام میکرد. خب پایان دادن به جنگ حتما با رضایت و مشورت مرحوم شهید سید حسن نصرالله بود و تا حدی که بعد از پایان جنگشون از وزارت خارجه خواستن که نمایندگی نیویورک رو
تشویق بکنن به خاطر نقشی که در این زمینه داشته. این نشون دهنده اینه که چقدر ایشون برای دیپلماسی، برای مذاکره اهمیت قائل بود. تو اسناد وزارت خارجه حتما اگه دوستان نگاه بکنن این پیشنهاد ایشون برای تشویق بنده و نمایندگی موجوده. دکتر یه بازوی نظامی و رزمی حزب الله داره، همه میشناسن، اما شما اشاره کردید به حمایت صریح سید حسن نصرالله از دیپلماسی، یعنی جایگاهی که دیپلماسی در مقاومت داشت. احیانا شما در مواجهاتون با حزب الله یا سید حسن نصرالله یا در شورای فرماندهی به دیپلمات‌های شاخص یا کسانی که حداقل به امر دیپلماسی در قالب یک بازیگر نان نیشن استیت مبادرت می‌ورزیدند برخوردید؟ خود سید حسن به جز ایشون مثلا یعنی بسیار بازویی داشتن، دیپلمات قوی بود. دوستان در حزب الله خب شاخه در واقع سیاسی داشتن و شاخه سیاسی حزب الله با سفرای خارجی دیدار می‌کردن به صورت مرتب، نه فقط یک فرد، افراد مختلفی در داخل حزب الله با دیپلمات‌ها در بیروت، در سایر مناطق دیدار داشتن، بسیار فعال بودن، بسیار تاثیرگذار بودن. نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان همشون از فعالان در این حوزه بودن، هم در حوزه دیپلماسی عمومی بسیار بسیار خوب عمل می‌کردن. واقعا توانمندی که حزب الله داشت در بسیج افکار عمومی، چه در داخل لبنان چه در جهان، توانمندی بسیار خوبی بود. شما می‌بینید که تلویزیون المنار توان بسیار خوبی داره در جذب مخاطب در جهان عرب، لذا بسیار بسیار توجه داشتن به عوامل غیر نظامی قدرت. حتما قدرت نظامی حزب الله قدرت بسیار مهمی بوده و کماکان هم هست، ولی توان بسیج عمومی حزب الله از طریق تأثیرگذاری بر در واقع قلب‌ها، مغزها بسیار توان قابل توجهی بود که شما می‌بینید فلان خواننده مسیحی لبنانی این گونه نسبت به سید حسن و حزب الله عاشقانه صحبت میکنن و نمونه هم یکی دوتا نیست. واقعا شما مراسم حزب الله رو در زمان حیات مرحوم سید حسن، در زمان بعد از شهادت ایشون نگاه بکنید، ببینید که قیافه های مختلف، دیدگاه های مختلف، خانم ها، آقایون با پوشش مختلف در این مراسم حضور دارن و حمایت میکنن از تفکر حزب الله و تفکر سید حسن. این در واقع یک توفیق قابل توجه یاره. شاید من یه خاطره اگه بگم راجع به در واقع عمق دیدگاه مرحوم سید حسن، ما وقتی که برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان مذاکره می‌کردیم، خب مرحوم سید حسن و مرحوم سید عباس موسوی در واقع خود گروگان‌ها که در اختیار اونها نبود، گروگان‌ها در اختیار گروه‌های کوچک لبنانی بود و خب قرار بود در برابر اینها که آزاد میشن زندانیان لبنانی از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد بشن، که خود این یه قصه طولانی داره که چقدر رژیم صهیونیستی به بزرگترین حامیش که آمریکا باشه در این قضیه خیانت کرد و چقدر منافع آمریکا رو فدا کرد برای منافع خودش، که خود این یک داستانی داره که یک روزی من باید این داستان رو بنویسم برای اینکه آمریکایی‌ها بفهمن با چه جرثومه در واقع نامردی و فرصت طلبی مواجه هستن.
ولی خیلی جالب بود برای من. مرحوم شهید موسوی و به ویژه مرحوم سید حسن نصرالله همیشه اصرار داشتن که در کنار زندانیای لبنانی که آزاد میشن تعداد بیشتری زندانی فلسطینی آزاد بشه و این نشون دهنده این بود که ایشون در واقع مقاومت رو یک واحد میدید و از طرف دیگه هم تلاشی داشت که وحدت میان شیعه و سنی رو حفظ بکنه. تأکیدی که داشت بر این که نه تنها زندانی لبنانی آزاد بشه بلکه زندانی فلسطینی، زندانی هایی که مربوط به حزب الله نبودن، مربوط به شیعیان لبنان نبودن، اونها هم آزاد بشن. این همیشه یک خاطره بود برای من از در واقع دید بسیار نافذ ایشون در مورد مسائل منطقه. خب تو دیدارهایی که ما داشتیم با هم دیگه در دورانی که من وزیر بودم، معمولا دیدارها طولانیه و هم در تهران هر وقت ایشون می اومدن تهران مرحوم شهید سلیمانی اطمینان حاصل میکرد که من مرحوم سید حسن رو ببینم و میرفتم دیدن ایشون. لبنان نه هم که هر وقت رفتم، یعنی سفری نبود که من به لبنان برم و مرحوم شهید سلیمانی رو، شهید نصرالله رو نبینم. دیدارها طولانی بود و بیشتر این دیدارها به این میگذشت که من استفاده میکردم از تحلیل ایشون راجع به تحولات در جهان و به ویژه در جهان اسلام و جهان عرب. یعنی عمق تحلیل ایشون راجع به تحولاتی که در نقاط مختلف بود در جهان اسلام واقعا نشون میداد که ایشون علاوه بر این که یک فرمانده بسیار توانمند مقاومت هست، یک تحلیلگر بسیار مبرز هم هست و خب نکاتی که مطرح میکرد هم چه در صحبت‌های علنیش چه در صحبت‌های خصوصیش نکات بسیار جذاب و دقیقی بود و من فکر میکنم مثلا با اینکه من عادت دارم شبا زود بخوابم و ایشون هم هیچ کدوم از ملاقات‌های زودتر از ساعت 11-12 شب نبود. چه زمانی که ما در نمایندگیمون تو سوریه ایشون رو میدیدیم در دوران همون سالهای 68 69 70، چه زمانی که در همین سالهای اخیر میرفتم من خدمت ایشون توی بیروت، همیشه دیر وقت ملاقات میدم و با اینکه ما خوابالو بودیم ولی انقدر صحبت ایشون جذاب بود که آدمو به وجد می آورد و بیدار نگه می داشت. خلاصه آدم نمیتونه بگه این چه شخصیت بزرگی بود که جهان اسلام از دست داد. آقای دکتر آخرین دیدارتون با آقای سید حسن نصرالله کی بود در تهران بیروت؟ نه فکر می‌کنم آخرین سفری که به بیروت داشتم، حالا نگاه نکردم ببینم دقیقاً تاریخش چی بود. اگه باستاب شکیبایی رو، پایاب شکیبایی رو نگاه بکنید اونجا من لیست سفرامو دارم. آخرین سفری که به بیروت داشتم حتما ایشون رو دیدم. البته ترتیبات دیدن ایشون هم ترتیبات نسبتاً دشواری بود. آخرین سفر یه خورده از همه سفرها ترتیبات دیدن ایشون راحت تر بود. یعنی دیگه ما معمولا 3-4 بار خودرو عوض میکردیم برای اینکه ایشون رو ببینیم. آخرین سفر فکر میکنم با همون یک دفعه ما رو بردن و خدمت ایشون رسیدیم. البته نمیفهمیدیم کجا داریم میریم چون خودروها و خود حزب الله این نقل و انتقال انجام میداد. ولی فکر میکنم یعنی حتما آخرین سفری که من به لبنان داشتم ایشون رو در اون سفر دیدم. قبل از اون چند بار در ایران زیارتشون کردم و بارها هم در اون دیدار آخر مهمترین جمله، عبارت یا جذابترین جمله و عبارتی که از ایشون شنیدید یادتون میاد؟ هرچی میگفت جذاب بود. من
حالا به هر حال یک جمله ممکنه ملکه ذهنتون شده باشه از اون دیدار، خاطرتون هست چیزی؟ نه راستش نمیتونم بگم تو اون دیدار چیا گفته. البته هرچی هم که میگفت همشو فعلا شاید زمان اون نباشه که من همشو بگم. حرفایی میزد که اگه یه روزی مردم بشنون خیلی خیلی جالبه. یعنی نگاهی که ایشون داشت واقعا نگاه بسیار نافذی بود، بسیار جذاب بود. اهمیتی که به پیشرفت ایران میداد، اهمیتی که به در واقع قدرت جهانی ایران ایشون میداد، نگاهی که به مذاکره و در واقع خارج شدن ایران از شرایط سخت داشت. لااقل زمانی که من خدمتشون بودم، حتی دوستان من خدمت ایشون میرسیدن، خیلی تأکید میکرد بر اینکه شما باید از فرصت‌ها استفاده بکنید. در مورد یمن، در مورد عراق، در مورد جهان اسلام همیشه تحلیل هایی داشت که واسه اون روز، حالا مثلا الان ممکنه 3 سال گذشته، 4 سال گذشته، بعضی از نکاتی که ایشون اون روز مطرح میکرد همه ما دیده باشیم که اتفاق افتاده، یا حالا بعضیاش ممکنه اتفاق نیفتاده. کاش اون جمله‌ای که در مورد پیشرفت و توسعه ایران ایشون دغدغه داشتن اگر بشه مثلا چون اهمیتی که میداد به صلح در ایران، پیشرفت در ایران، تفاهم در ایران، خیلی نکات مهمی میگفت اینکه ایران آباد باشه، ایران قوی باشه، بسیار مهمه. پیشنهادی برای چگونگی تفاهم در ایران هم میداد بهتون؟ معمولا راجع به مسائل داخلی ایرانشون وارد گفتگو نمیشد. ما هم سعی نمی‌کردیم که ایشون رو وارد گفتگو در مورد مسائل داخلی ایران بکنیم. شهید سلیمانی هم همینطور بود. یه نگاه در واقع فراجناحی و یعنی بلند نظرانه‌ای هر دوی این دو بزرگوار داشتن در مورد مسائل داخلی ایران. خیلی نگاهشون بازتر از اونی بود که بعضی از کسانی که ادعا میکنن پیرو اونا هستن از خودشون بروز میدن. بعد این مواردی که با توجه به اینکه جلسه خصوصی بود همونطور که میفرمایید، این معمولا جلسه اکثر رو دیدین دیگه، جلسات 3-4 نفر بود. همین آقای دکتر جابر انصاری که ریاست محترم ایرنا هست، مرحوم شهید امیر عبداللهیان، تو خیلی از مثلا یه عکس من امروز نگاه میکردم، هم شهید امیر عبداللهیان نشسته توی اون دیدار، هم آقای جابر نشسته توی دیدار. معمولا همین 2-3 نفر به اضافه سفیر ما در بیروت، معمولا دیدارا توی همین حد 3-4 نفر بود که در خدمت ایشون بودیم. ایشون هم معمولا تنها بود، یعنی ما ایرونیا دور ایشون رو میگرفتیم و صحبت میکردیم. دنبال یه عکس میگردم که ایشون پیداش نکردم، دلم میخواست امرو پیدا میکردم میدادم شما نشون بدین که ایشون در یه سفری که در ایران داشت، من و مرحوم شهید سلیمانی با همدیگه به ایشون اقتدا کردیم، به اضافه شاید 1-2 نفر دیگه توی اقامتگاهشون در تهران. خیلی جلساتی که ما با ایشون داشتیم جلسات کوچکی بود و بیشتر هم ما استفاده میکردیم. البته مثلا هم من هم در 1-2 مورد آقای دکتر عراقچی زمانی که معاون بنده بودن میرفتن اونجا، مثلا گزارش برجام رو به ایشون میدادیم، گزارش آخرین گفتگوهایی که داشتیم به ایشون مطرح میکردیم و ایشون هم معمولا محبت میکردن که تو این پروسه ایشون علاقه نشون میداد که به یک فرجام این گفتگوهای برجام. حتما. خب بعد صحبت‌های ایشون علنیه در مورد این مسائل که علنی صحبت کردن. نه تو پروسش دارم عرض میکنم. بله با علاقه گوش میکرد. ما در طول مذاکره هم دوستان هر وقت فرصتی میشد، حالا یا من تو سفرهایی که به بیروت داشتم
یا اگر من نمیرسیدم برم، آقای دکتر عراقچی، مرحوم شهید امیر عبداللهیان میرفتن و ایشون رو در جریان آخرین تحولات قرار میدادیم. بعد با توجه به اینکه این جلسات خصوصی بود، تقریبا بیشتر از 3-4 نفر همونطور که اشاره کردین نبودن، ایشون به زبان فارسی این موارد رو مطرح کردن. ایشون که فارسیش بسیار خوب بود و حتی در یه زمانی که مرحوم سید عباس زنده بودن، ایشون برای سید عباس ترجمه میکردن صحبت‌های ما رو. یعنی چه جلسه 3-4 نفر بیشتر نبودیم توش. حتی اون زمانی که با مرحوم شهید موسوی جلسه داشتیم، من بودم، جناب آقای اختری سفیر ما در سوریه بودن و این دو بزرگوار. لذا بیشتر مرحوم سید حسن ترجمه میکردن برای مرحوم شهید سید عباس موسوی و ایشون تسلط کامل به فارسی داشتن. پس به فارسی صحبت میکردن باهاتون؟ به فارسی هم صحبت میکردن، ولی خب ما که به جز فارسی با ایشون صحبت نمیکردیم. ولی ممکن بود، چون من عربی متوجه میشم، ممکن بود بعضی وقتا ایشون عربی هم رحمت کنه. ولی مثلا این عکس نگاه کنید، همین دو تا بزرگوار هستن به اضافه سفیر وقت ما در این دیدار در بیروت هست؟ این بیروته. بله. این در دفتر جای سید حسن نشون میده که ایشون میزبانن و ما مهمان ایشون هست. درسته. بله اینجا بیروته. بعد آقای دکتر ظریف اشاره فرمودین که شاخه سیاسی حزب الله به طور مستمر مراودات دیپلماتیکی داشت. شما در مواجهه با این مراوداتی که ازش مطلع می شدید، آگاهی پیدا می کردید، پی بردید که سقف و کف این مراودات دیپلماتیک چی هست؟ یعنی آیا محدودیتی سید حسن نصرالله یا خود حزب الله، شورای فرماندهی، شورای رهبریش برای این مراودات دیپلماتیک میذاشتن؟ من موردی ندیدم که مثلا سقف و کفی قرار بدن. حتما بین خودشون تفاهمی داشتن که دوستان شاخه سیاسی وقتی که ملاقات میکنن با دیپلمات‌های اروپایی که معمول بود، خب با اعراب که زیاد مراوده داشتن. حتی مرحوم سید حسن خودشون هم بعضی وقتا هیئت‌های عربی رو میدیدن. یادم نمیاد ایشون هیئت‌های اروپایی دیده باشه، ولی شایدم من اشتباه بکنم. ولی دیپلمات‌های خارجی مقیم لبنان رو اعضای شورای سیاسی حزب الله، دفتر سیاسی مرتب ملاقات میکردن. گفتم من ممکن اشتباه بکنم، شاید خود مرحوم شهید نصرالله هم دیده باشن دیپلمات‌های غیر عربی رو. عرب ها رو که میدونم میدیدن، ولی غیر عرب ها هم شاید دیده باشن و من اطلاع ندارم. قاعدتاً به خاطر نقش برجسته و ویژه فرانسوی‌ها احتمالاً مراوداتی با فرانسه با فرانسوی‌ها، با اروپایی‌ها اصولاً با اروپایی‌ها، اعضای حزب الله با اروپایی‌ها دیدار داشتن. وزرای وابسته به حزب الله احتمال داره که با آمریکایی‌ها هم دیدار داشته باشن و چون وزرای متعددی در دوران‌های مختلف وابسته به حزب الله بودن و خب اونا تو جلسات شرکت می‌کردن. خب در زمانی مسیحیای هم حزب یا طرفدار آقای میشل اون با حزب الله هم پیمان بودن و اونها هم دیدارهای متعددی داشتن. آقای نبیه بری که با حزب الله هم پیمان سیاسی هستن و هنوز هم امروز هم ظاهرا آقای نبیه بری در استادیوم حضور پیدا کردن. خب آقای نبیه بری که ملاقات‌های متعددی داشتن با دیپلمات‌های مختلف، با مقامات مختلف کشورهای عربی، غربی و دیگر. آقای دکتر، یه مصاحبه امشب ما یک نقطه عطف داشت. اگر تمایل داشته باشین اون نقطه عطف رو بیشتر تبیین بفرمایید. فکر می‌کنم یک روایت جدیدی از مقاومت هست. مقاومت رو حالا اصولاً و در واقع بنیاداً این گونه تعریف همیشه میشد که مقاومت بیشتر جنبه سخت افزاری
و نظامی و عرضم به حضورتون رزمی داره. اما تفسیری که شما ارائه کردید در واقع مقاومت 2 ستون داره، یعنی به ویژه در کانون مقاومت که حزب الله لبنان قرار داره، یک ستون اون حتما قدرت سخت هست و ستون دیگر دیپلماسی و قدرت نرمه. شما سید حسن نصرالله رو رسما یک دیپلمات برجسته خوندید. سید حسن نصرالله یک رهبر شجاع بود و متفکر و آینده نگر و خب قسمتی از این وظایف رهبری تماس با سایر رهبران هست، گفتگو هست. ولی اگه شما به در واقع روش حزب الله در داخل لبنان و در منطقه نگاه بکنید، میبینید که حزب الله بسیار بسیار موفقه در برقراری ارتباط. شما افراد مختلفی رو میبینید در داخل لبنان، هیچ علاقه مذهبی هم شاید در اینها نباشه، ولی طرفدار سید حسن هستن. شما توییت هایی که تو این چند هفته زده شده در لبنان، در جهان عرب، در رسای مرحوم سید حسن نصرالله رو نگاه بکنید، همشون وابسته به جبهه مقاومت نیستن. خیلی هاشون مردم عادی لبنانن، مسیحیان لبنانن. لذا مقاومت در واقع یک مفهوم گسترده است، مفهوم در واقع چند بعدیه، چند ساحتیه. مقاومت نظامی و عملیاتی یک صحنه بسیار بارز از مقاومت مرحوم سید حسن و حزب الله و بقیه گروه های مقاومت هست و خواهد بود. اما مقاومت در حوزه خبر، در حوزه رسانه، المنار شما نگاه بکنید، اینکه حزب الله توجه داشته به اینکه نیاز هست بعد رسانه‌ایش قوی باشه، یا سایر ابعاد رسانه‌ای که حزب الله داشت، بسیار بعد موفقی بود. به نظر من کمتر از بعد نظامی حزب الله اهمیت و موفقیت نداشت. پیام یه بحث بسیار مهمیه. روایت، ببینین صحبت‌های سید حسن همیشه رو دنیا رو صحبت‌های سید حسن حساب میکرد. اصلا روش کنش کلامی مرحوم سید حسن نصرالله یک کنش بسیار موفقی بود. وقتی که ایشون یه صحبتی میکرد همه روش حساب میکردن و خود اون صحبت سید حسن میتونست معادلات رو تغییر بده. شما نمیدونم توجه میکردید وقتی که سید حسن شروع میکرد به صحبت کردن، همه دنیا سراپا گوش بود که ببینه سید حسن چه میگه و چه دیپلماسی رو به کار میبره. لذا بدون اینکه بخوایم از جنبه نظامی و عملیاتی مقاومت کم بکنیم، باید توجه بکنیم به جنبه کلامی مقاومت که خیلی مهم. ممنون آقای دکتر. من سوالای زیادی داشتم ولی دوستان اشاره میکنن که وقتمون به پایان رسیده. ازتون خیلی ممنونم برای حضور در این برنامه. بنده هم از شما ممنونم. خداوند انشالله درجات مرحوم سید حسن نصرالله، مرحوم شهید سلیمانی و همرزمانشون رو هر روز افزایش بده و اونها رو همنشین صلحا و ائمه و پیامبران قرار. ممنون از شما. سلام. خدا نگهدار.